این آستان چو باغ جنان پایدار باد چون مهتاب در فلکش برمدار باد چون کو سرفراشته در روزگار باد چون فرش بر ثبات خود امیدوار تا ابر و باد و دور قمر گرمکار باد دارالعلوم عالیه دارالقرار باد دارالعلوم عالیه دارالقرار باد دارالعلوم عالیه دارالقرار الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. صدق الله العظيم. خوشحالم از اینکه خداوند تبارک و تعالی ما و شما را توفیق داد که بعد از 30 هفته یعنی 30 جلسه با هم دیگر بودن در برنامه عقیده اسلامی و عقیده اهل السنه و الجماعه بار دیگر در کنار هم دیگر هستیم به خاطری که موضوع دیگری از امورات دینی را پیش ببریم که درس ما در مورد شناخت اقتصاد و معاملات اسلامیه. مبحث کلی بیان معاملات اسلامی از حقوق تا کلان و گاهی اوقات اگر مشکل به بعضی از کسب و کارها رخ میده در طول بیانات و درسها به راه حل‌هایی که در فقه اسلامی نسبت به او بیان شده هم میپردازیم انشاءالله. ولیکن چون که هر درس هر کار مقدمه داره، پس پیش از این که به بیان مسائل و دروس اساسی بپردازیم به طور مقدمه در ضمن درس بعض مسائل لازم به بیان نباشه که به وسیله او ایره بشناسانیم به مسلمان ها، به او کسایی که گاهی اوقات شاید فریب بخورند به ای که اسلام نظام اقتصادی نداره و یا گاهی اوقات به ذهن برخی از جوانها ایتو تلقین میشه که البته نظام اقتصادی اسلام مزدوج و مرکب از نظامهای دیگه میباشه. چنین نیست. خداوند تبارک و تعالی در آیه که به شما قرائت کردم میفرماید که ما انسان خلیفه روی زمین قرار میدم که تمام امور مرا در روی زمین پیاده بکنم. نیابت روی زمین از برای انسان، جنیات زدوده شدن از سلطنت زمین و به انسانها داده شد ظاهرا قدرت و سلطه زمین. از طرف دیگر
خداوند متعال می فرماید که ولکم فی الارض مستقر و متاع الی حین، تا به قرب قیامت انسانها به طوائف گوناگون، به ملتهای مختلف در این زمین باقی هستند، فایده برداری میکنند در روی زمین تا هنگامی که قرب قیامت برپا باشد. پس این جمله مبارکه و این ضمن آیه و جزء آیه بیان می‌فرماید که انسان باقی در روی زمین. دو نوع بقا از برای یک شخص میتونه باشه. از برای دو نوع بقا میتونه باشه. یکی بقای شخصی، دیگری بقای نوعی. حیوانات هم دو نوع بقا دارند، انسان ها هم دو نوع بقا دارند که بقای شخصی و در ضمن خوراک، پوشاک و مسکن. به این خاطر از جمله حاجات ضروریه یک شخص، حیوان باشه یا انسان، این تلقی که هم مسکن داشته باشه و ای که از سرما و گرما خود حفظ بکنه ورنه در معرض هلاکت، و هم احتیاج به پوشاک داره یا خلقی، طوری که خداوند تبارک و تعالی در حیوانات وجود آورده، و یا کسبی که صنعتی می باشه و به ساخت نیاز داره، و همچنین خوراک که شامل آب و غذا، نوشیدنی و خوردنی هر دو می باشه. اینها اساسهای احتیاجات زنده جانها می باشه، موجودات حیه. تا هنگامی که هر سه چیز پره نباشه نمیتونه که یک شخص باقی باشه. زندگی برزو مشکل چه که متعذر. و دیگری بقای نوعی، نوع همی حیوان میبایست که باقی باشه، نوع همی حیوان انسان میبایست که باقی باشه. بی معنا که شخص هر چند عمر بکنه، یک فرد از حیوان یا انسان هر چند عمر بکنه، عمر رو به خلاصیه، لیکن میبایست یک جانشین داشته باشه که همین جانشین ها بعد از مراحل مختلف میباشه بقای نوعی یک فرد. نوع انسان باقی، نوع حیوان باقی میباشه. البته در حیوانات در صورتی که صید کلی و بیش از حد و بیرویه انجام نشود نگیره، بلکه به تحت یک چوکات، که به خاطر ای که بقای نوعی متحقق بشه و متمرکز بشه، احتیاج به توالد و تناسل می باشه. به خاطر ای که بقای شخصی بتونه تحقق پیدا بکنه، احتیاج به کسب و کار و جست و خیز می باشه، حرکت به بار آورنده نفقه یک شخص می باشه، خوراک، پوشاک و مسکن، خصوصا در مورد انسان ها که بحث میکنیم. اما در این راستا یکی حیوانات قانون توحش، قانون سلطه و جبروت مطلق، که هر کس قویتر و زورمندتر بود
او ضامن بقای شخصی خود و ضامن بقای نوعی خود بیشتر، و او حیوانی که ضعیفتر بود او همیش صید و شکار حیوان درنده دیگر قرار میگیرد. پس در بخش نفقه، خوراک و مسکن، در حیوانات خودکاریه، یعنی حیوانات همه کاره می باشند، به تنهایی خود هر چیز مهیا می کنند. ولیکن خداوند تبارک و تعالی در انسان مدنیت به وجود آورد. فطرت انسانی بر اجتماعیت و بر مدنیت که خود او نمیتونه که به تنهایی خود همه فن حریف باشه، به تنهایی خود همه کاره باشه، بلکه مجبوره، مکلفه، یا فطرت و طبیعت او و یا ای که قوانینی که بر او وضع شده آسمانی یا زمینی او را مکلف میکنه به ای که از طریق مدنیت او پیش بره، از طریق اجتماعیت پیش بره. هرگاهی که مدنیت فطرت انسان میکنه، فطرت انسانی باشه، او با عالم توحش و تفرد زندگی کردن نمیتونه. پس میبایست که علاقه های و ارتباطات و امتزاجات در میان همدیگر افراد انسانی داشته باشه که به اساس او علایق، به اساس او ارتباطات، هم مدنیت او کاملتر و هم حقوق اجتماع کلانتر بشه، که در ضمن او همین اجتماعیت و مدنیت، همین علاقه ها و ارتباط ها و روابط ضامن بقای هر دو بخش انسان باشه، هم ضامن بقای شخصی یک نفر، زیرا به اساس علاقه ها و ارتباط ها هر کدام از نیاز یکدیگر واقف و هر کدام نیاز یکدیگر را برآورده میکنه. نیازهای شخصی او را، من به یک چیز احتیاج ندارم، امو را به یک فرد میدم که او به او احتیاج داره و در بدل از اون فرد چیزی که من به او احتیاج دارم و او به همون چیزی که در نزد او می باشه احتیاج نداره تبادل صورت. پس هم تبادل افکار، هم تبادل خود اموال و هر نوع تبادل دیگه به اساس اجتماعیت، به اساس علاقه ها و ارتباطات میتونه بوده. حتی وقای نوع انسان هم به اساس ارتباطات میشه که قانون ازدواج، هرگاهی که ازدواج صورت بگیرد در میان دو جنس مختلف، اونجیه که امر به یک شخص به ارمغان میاره زندگی نوعی او را، بقای نوعی او را، همینطور بقای شخصی او را که در ضمن معاملات معامله میکنه با هم دیگر. حالا به هر طریق معامله که بشه، اگر هدیه، اگر صدقه، اگر وصیت، اگر بیع، اگر اجاره، اگر وکالت، اگر کفالت، هر چیز که هسته و انواع شرکت ها، این به اساس ارتباطات و علایق بود. پس مدنیت در انسان این غریزه که خدا نهاده، و اساس او ارتباطات و علایق و نتیجه او به دست آوردن نیازها، هر نوع نیاز، چه نیاز نوعی باشه و چه نیاز شخصی موجود باشه. از طرف دیگر همین نفقه یا بگیم راز بقای شخصی
این به وسیله به دست آوردن و تحصیل خوراک و پوشاک و مسکن میشه که شخص این چیزها رو به دست بیاره. در فطرت انسان خاطری که جامعه راه بره، جامعه حرکت بکنه، اجتماعیت و علایق وجود بیاید، در فطرت انسان محبت از اشیاء نهاده شده. زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة، محبت با زن و فرزند که بقای نوعی یک نفر ازدواج وجود میاد، محبت با مال و ثروت این ضامن بقا شخصی یک نفر، زیرا به وسیله همین مال میشه که انسان بسیاری از چیزها و نیازهای خود به دست بیاره. پس در فطرت این انسان نهاده شده محبت با مال که از طریق درآوردن مال و از طریق داشتن مال میتونه که نیازهای خود رو برآورده. یکی احتیاجات ضروری، ولی که گاهی اوقات همین فطرت آنقدر مغلوب آز، حرص و طمع میشه و همچنین عمل و آرزوها که تنها بر به دست آوردن ضرورتهای اساسی خود او فکر نمیکنه، بلکه علاوه بر این که در تحصیل ضرورتهای حقیقی و اصلی و بقابخش خود تفکر میکنه، در پیشبرد و در پیشرفت و ترقی هم فکر میکنه، تا جایی که از یک حالت به حالت دیگه سوق میکنه انسان. از حالت زندگی بدوی، زندگی ساده، او ترقی میکنه به زندگی مترفه و زندگی پیشرفته و مترقی. فکر او همین که به اساسات و احتیاجات ضروری فکر نکنم، بلکه بالاتر از این بکنم در تولید، در توزیع و در استهلاک مواد که مستهلکین نسبت به این تولید خود و نسبت به این اموال خود پیدا بود. لحاظا همین تفکر دوم که منجر به ترقی در زندگی او میشه، این باعث میشه که یک نفر حرص در او بیشتر باشه، آز و طمع در او بیشتر باشه و غلبه شهوت در او بیاید، غضب در او بیشتر باشه، تا اینکه از طریق غالب کردن شهوت و غالب شدن غضب او چیزهایی را که به پیش روی او مانع می باشند از برای رسیدن به مطالب بزرگتر و مقاصد بزرگتر از میان راه بردارد و به او چیزی که میلان و شهوت او میشه او چیز برسد. اینجا که ستمگری هم وجود میاد، اینجا که یک قش مستضعف و یک قش مسلط و قدرتمند بر دیگری قرار دارد. در معاملات همیگونه صورت میگیرد. پس لازمه که یک چوکات خود، یک قانون خود باشه که انسان به طریق صحیح یا او را راهنمون باشه و راهنمایی بکنه با خاطر به دست آوردن نیازهای اساسی یا بالکل ترقی کردن و بالاتر رفتن از به دست آوردن نیازهای اساسی که تولید و توزیع کالا رشد بکنه. این خب بالکل واضح، عقل همین چیزا میگه که شریعت ها همونطوره که ضامن سعادت اخروی یک امت نباشه،
ضامن سعادت دنیوی یک امت هست. هیچی گونه میشه که خداوند تبارک و تعالی یک امت را، یک قشر از بنده ها را به دنیا بیاره و اونا را به دنیا مستقر بکنه و اونا را خلیفه روی زمین قرار بده، اما وسیله معیشت آنها را بالکل از او سکوت بکنه، انسان را مهمل و متروک قرار بده. پس همون طوری که پیغمبرها، همون طوری که کتابهای آسمانی انسان رهنمون میشه به طرف سعادت اخروی، همین دنیایی که مزرعه آخرت، همین دنیایی که وسیله به دست آوردن آخرت میباشه، چون این موقوفه بر این که شخص باقی باشه. تا بقای شخصی نباشه عبادت از کجا میشه؟ ریاضت از کجا میشه؟ و قربت الله و نزدیکی با خدا از کجا صورت میگیره؟ پس شریعت ها در این قالب اگر عمل کردن، قالب دیگر را، جهت دیگر را بالکل فراموش نکرد. گاهی اوقات دیده میشه که شریعت ها دستبرد زدن، شریعت ها ممسوخ میشن و هر کدام فویل الذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا. کتابهای آسمانی مورد دستبرد قرار گرفت، تحریف شده و حذف شده و زیادت در او آمده. شریعت ها مسخ شده و همچنین همون صورت زیبای خود از دست داده توسط همین انسان. پس انسانهای صاحب آز و صاحب طمع هستند و آنها در شریعت ها دخل اندازی کردن و دست زدن و نگذاشته که اون چیزی را که ترقی و پیشرفت ظاهری و باطنی، مادی و معنوی، دنیوی و اخروی او را در برداره، او کار خود خود. به این خاطر ظاهرا میبینیم که دین مسیحیت خالی میباشه از برنامه زندگی دنیوی، یعنی از برنامه معاملاتی که در دنیا رخ میده و میبایست یک قانون و چوکات برای متبعین خود داشته باشه. میبینیم که یهودیت کل همون تورات و 10 قسم تورات میباشه و نمیشه که در او بیا بگنجه این بخش از شعب زندگی فردی و اجتماعی و طبیعی یک انسان. به این خاطر هرگاهی که بعضی از نخبه ها، بعضی از دانشمندها دیدن که در انسانهای بسیار زیاده آز، طمع او را برده و سوق داده به طرف تسلط ظالمانه، یک قشر مستصحب قرار گرفت و یک قشر پادشاه و ثروتمند و حاکم و حاکم جابر. اینجایی که از روی عواطف خود، از روی جنبه های روحی و جاذبه های روحی خود، از روی تجربیات و افکار خود او قلم به دست گرفت. افلاطون هم قلم به دست گرفت به خاطری که بیان بکنه این حرص و آز را چگونه از بین بردن، چگونه اختلاف طبقاتی را میان برداشتن یا او را معتدل کردن. شاگرد افلاطون هم ارسطو قلم برمی‌داره و نظریه میده و اوزنفون شاگرد سقراط هم یا سقراط هم او چیز در این مورد بیان. پس به خاطری که نظم متعادل پیش بره در بخش معاملات، در بخش خود او چیزی که زندگی و بقای شخصی یک نفر کنه، ظلم و تعدی نباشه و حالت اعتدالی باشه، جناب
افلاطون دو کتاب نوشته کرده، یکی به نام جمهوری، دیگری به نام قوانین یا قانون. در اون نظریات خود پیشنهاد کرده و نوشته، به عرض حاکم ها داده که دو قشر باید که درسته، ثروت وسیله بقای، مال وسیله بقای، ولیکن گفتیم یک بقای، یک ترقیه، یک تسلطه. پس دو قشر جامعه، یکی حکومت مندان و او کسانی که چوکینشین ها و صاحبان و قدرت، و دیگری سپاهیان، میبایست که فقط به اندازه کفاف خود، به اندازه نفقه خود اینها طالب مال باشند. هرچی بقیه مردم پروا ندارن، رعیت او طالب مال بیشتره باشه. بلکه در این راستا چنانچه که بعداً بیان خواهد شد، نظر همگیه که آزاد یک نفر به هر نوع کسب و کار که میکنه و آزاد در خود رقابت‌های خود به دست آوردن اموال و ثروت. لیکن این دو گروه میبایست که از تحصیل مال و ثروت زائد بر حاجت پرهیز. چرا؟ اگر رئیس جمهور بیا به ثروت و پول اندوزی مشغول شد که میلیون ها داره، این به خود ذخیره بود. اگر رئیس جمهور و وزیر و والی و قماندان او بیا به خود زمین خریدن شروع بکنه، همگی از زمین های هرات میشه از یک. پس در این صورت افلاطون میگه این سگ نگهبان چوپان، سگ نگهبان گله نشد، بلکه این گرگ گله میشه. ایران بزن، اورم بگیر، از این زمین غصب بکو به اساس زور و زورمندی که داری، هم بخش حکومت دار، یعنی همون قوتهای خود مقننه بگیم و یایی که سیاست بردن، و هم بخش نظام نظامی و سپاهی، و هم که از به اندازه ضرورت، به اندازه که او را قوت بده برای که تهاجم دفع بکنه یا که تهاجم بکنه، و همون اندازه. ورنه سبوعیت، درندگی میاد، حیوانیت میاد، و بجای پاسبان شدن درندگی و رعیت در زمین میشه. در نزد او قانون طریقه تعادل هست که حکومتمندان و زورمندان و کسایی که به چوکیه، او فقط به اندازه نفقه، اگر مسکن به اندازه ضرورت، به اندازه کفاف، اگر خوردن به اندازه کفاف، اگر پوشاک به اندازه کفاف داشته باشه. ولیکن رعیت آزاد، رعیت میتونه که علاوه بر احتیاجات و اساسات اصلی و ضروری خود، او به خود جمع ثروت هم بپرده، بیشتر از نیاز. زیرا همین چیز جمع ثروت توسط افراد اجتماعیت بیشتر رو به وجود میاره، نظام اجتماعی بیشتر رو، و بعضی از خود تبعات دیگه و عواقب خوب دیگه که در نزد اونها میباشه. هرچی که ارسطوی شاگرد افلاطون، او باز بالعکس میگه اینطور نیه که ما نسبت به یک گروه خاص بگه مذمومه جمع کردن ثروت، و نسبت به یک گروه خاص بگه محموده و خوبه که هر رقم ثروت او حاصل میکنه. چنین همین اجتماع، همین مدینه، همین شهر، همین کشور، یک هست همون اجتماع بزرگتر خانواده، خانواده که از زن و شوهر و چند تا فرزند تشکیل میشه، خانواده بزرگ اجتماع و کشور. همونطوری که زندگی خانوادگی بدون اقتصاد، بدون ثروت و بدون مال پیش نمیره، به همون ترتیب و همون طریق زندگی کل یک جامعه هم، مصالح یک جامعه هم بدون از خود ثروت پیش نمیره.
پس در جامعه باید حتما ثروت باشه. ولیکن او چی میگه؟ او میگه ثروت به اندازه کفاف در همه طبقات. به خاطری که بخوایم اختلاف طبقاتی را از بین ببریم، ظالم از بین ببریم و مظلوم هم در ضمن از بین بره، مساویانه پیش بره، اقتصاد حالت نرمال داشته باشه، حالت عادی خود داشته باشه، به اندازه ضرورت همگی مردم داشته باشه. بیشتر از او اگر شد در هر طبقه، در طبقه رعیت هم درسته که او حاکم بر دولت میشه، لیکن حاکم باز بر برخ رعیت دیگه میشه، برخ رعیت دیگه را به زیر پیشنهاد قرار میده، اونا را برده میکنه، غلام خود میکنه و هر نوع جبر بر از اونا روا میکنه. اینا بیقید. گزنفون این شاگرد سقراط یا سقراط میباشه، او یک چیز میگه در نزد من، این همه نظریات در نزد من میبایست که کار آزاد باشه، میبایست که رقابت کاری آزاد باشه. چرا؟ هر اندازه که کار آزادتر بود، یعنی چه؟ یعنی محدوده از او وسیع و تنگ نبود، وسیعتر بود، به همون اندازه دست این نفر بازتر میتونه که هر نوع کاری بکنه. پس آزادی در خود کار این فطرت انسانیه، چون انسان آزاد خلق شده، پس میبایست کار از هم آزاد باشه، مقید به یک چوکات نباشه، میبایست که رقابت او هم آزاد باشه تا اینکه بتونه بیشتر کار بکنه، بیشتر حاصل بکنه، بیشتر علاقه ها و همراه اشخاص وجود بیاره و از این طریق اگر تأمین خود زندگی یک شخص میشه، منفعت شخصی به بار میاد، منفعت اجتماعی هم به بار میاد. هر اندازه که افراد بیشتر کار بکنن در یک جامعه، کارگران در یک جامعه بیشتر باشه، به همون اندازه منفعت کل جامعه بالاتر میره. جامعه از سطح بیکاری به سطح پرکاری، جامعه از سطح خود کساد در اقتصاد میره رشد میکنه به سطح کمال اقتصاد. پس همین شخص گزنفون ایتو بیان میکنه، ولیکن این فقط به نظریه مونده است، چون که اینا حکومتدار نبودن، فقط نظریات خود در ضمن کتابها و دفترها نوشته کردن و بعد دیگه که از روی عواطف صورت گرفته. امیر من برداشت کردن نمیتونم که یکی حاکم باشه یکی محکوم، یعنی ظالم و مظلوم، اختلاف طبقاتی، این تا چیز میگم. اما آیا همون حکومتدار قبول بکنه یا نه؟ که خب برعکس حکومت میاد، گاهی اوقات در نطفه خفه میشه، تو میخوایی که مانع خود ریاست و چوکی ما باشی، پس به خاطر بر از بین میبر. گاهی اوقات این نفر چون که گفتیم یک رعیتیه، پس نظریه از خود از به خاک میبر. و اینا همه تا به قرن 18 میلادی، در اواخر قرن 18 میلادی شخص به نام آدام اسمیت، او از اسکاتلند، او سر بالا میکنه و کتاب نوشته میکنه، دو کتاب، یکی در مورد خود تحقیق ثروت و صنعت ملت ها که کاوش چیزی که کرده نسبت به ثروت و صنعت ملت ها، و یکی دیگه هم به نام انقلاب ملت ها. انقلاب یک ملت تنها به وسیله خود نظامی نیست، انقلاب سیاسی داره، انقلابات نظامی داره، انقلابات اقتصادی داره، انقلابات فرهنگی داره. انقلاب ملت ها رو روشن میکنه این دو کتاب. همین آدام اسمیت اسکاتلندی میاد، هم نظریات خود و هم نظریات گروه های دیگر جمع میکنه. خب پیش از این به طور کلی
در این که ثروت چی چیزی میتونه باشه و مایه ثروت و مولد ثروت چی چیزی میتونه باشه اختلاف هست در مابین خود دانشمندها که برخی قائلند به این که خود ثروت همون طبیعت، همین زمین، همین دریا و همین جنگل و باغ و بستان و صحرا، همین معادن، اینا همگی که هست میباشه ثروت. پس زراعت، کشتمندی و همچنین کار کردن در معادن، یعنی در طبیعت خود بار آوردن و از طبیعت استفاده کردن، این را مهمه. این گروه را فیزیوکرات ها میگن، یعنی کسانی که خود معدن و کشاورزی را ترجیح میدن به خاطر اینکه ثروت وجود بیاد. میگن خود ثروت یعنی کشتمندی و کشاورزی، مولد او همین زمین میباشه، کار کردن در زمین میباشه و مولد او خود معادن میباشه، همین چیزهایی که خداوند در اختیار ما و شما نهاده و ترجیح میده او را بر صنعت و بر تجارت. از او کرده خیلی میده، این هیچ وقت فنا نمیشه، اما هرچه که صنعت و تجارت او فناپذیر نمیشه و به بی ترتیب همگی در بخش طبیعت باندیگر برابر. هیچ کس مانع کار یک نفر در زمین و مانع کار یک نفر در معدن، مانع کار یک به اعتبار زندگی ثابت نمیشه که یک چیز دست باز بود، دست مردم در خود معادن، مثل که اموال به افغانستان باز میباشه تقریبا به بعضی از جاها، لیکن فقط زورمندها میتونه که الماس و دگه استخراج بکنه، یاقوت و مرجان و این چیزها را بیرون از کشور صادر بکنه. سابقا یک کمک این اجتماع که هست وسیع‌تر و حرص کمک کم، هرچی که گروه های دیگه که اونا قائلن به این که نه، تجارت و صنعت ای اصلا ذریعه رشد اقتصادی یک جامعه میشه، لحاظا راه های تجارت و صنعت باید پیش برد. زراعت هم در کنار و ای که احتیاج و فقر نه، لیکن اصلا کار به صنعتگرها میبایست که داده بشه، اصلا ترجیح باید که به تاجرها داده بشه، در ضمن هم فقط به خاطر زندگی روزمره نبود. و همین آدم اسمیت میان نظریات این شخص ارسطو، به می ترتیب گوزنفون، به می ترتیب فیزیوکرات ها، به می ترتیب خود افلاطون، اینا جمع میکنه نظریات خود را هم. اما در همین دو کتاب نظریاتش منحصر میشه بر چند چیز. یک ای که نظام طبیعی این مناط و علت، تهپایه و اساس از برای نظام اجتماعی و اقتصادی میشه، یعنی با در نظر داشت نظام طبیعت میبایست که ما نظام اجتماعی و نظام اقتصادی خود بسازیم. یعنی چی؟ همونطوری که نظام طبیعت آزاده، طبیعت آزادی داره، پس از این اقتباس بکنیم بگیم که اجتماعیت هم باید در از آزادی باشه و بگیم که نظام اقتصادی هم باید در او آزادی باشه. بجای زراعت که فیزیوکرات ها همو زراعت ترجیح میدادن، این میگنه اصلا بازوی کارگر او میباشه مدار اعتبار، کار مدار اعتبار، ثروت اصلا همی کار، مولد ثروت صنعت و تجارت. هرگاهی که در ضمن تجارت و در ضمن صنعت کار کردی، به او وقتی که میتونی صاحب ثروت بشی. لیکن در عین حال به این معنی که خود
زراعت دور بندازیم، نه زراعت هم طوری که تو ذکرات ها میگن او هم صحیح، بلکه بخش اعظم خود همی صنعت و مال بیاریم به زراعت بندازیم و از زراعت تقویه بکنیم صنعت و تجارت. اول سرمایه بالای زراعت، زمین، حاصلات و باز بعدا از حاصلات و از خود زمین بیایم بریم به تجارت و صنعت. این میگه که کار سبب موجود شدن اجتماع می باشه. پس چون مقصود اجتماعیت، اجتماع رشد بکنه، همین کشور رشد بکنه، رشد اجتماعیت باز موقوف می باشه بر آزادی در کار و آزادی در رقابت کاری. طبقات مختلفه ما بیایم آزاد بگذاریم. یک کسی هست که یک فابریکه معمولی داره، یک کسی هست که چند فابریکه داره، یک کسی هست که یک تجارت معمولی داره، یک کسی هست که تجارت بسیار بزرگتر داره. این تو خفه نکنیم همین تاجرها، همین صنعتگرها و همین مولدین کار، نه، بلکه هر کدام آزاد بگذاریم. تو کمتر به دست میاری، به دست بیار، او بیشتر به دست میاره، به دست بیاره. و در عین حال رقابت‌ها آزاد بگذاریم. هر نوع رقابتی که سبب بیشتر شدن ثروت باشه، ما کار نداریم که از چی طریقی رقابت میکنیم. با گفته ما شما معصیت باشه یا یک فرمانبرداری، اینا میگه پروا نداره. آدم اسمیت میگه کار هم آزاد، تو به دست بیار ثروت. خدا بکنه که از طریق شراب فروشی به دست میاری، خدا بکنه از طریق قمار به دست میاری، خدا بکنه که از طریق رباکاری به دست میاری، مطلب به دست بیار. آزادی کار در نزد اینا بیمانی. رقابت هم همین ترتیب، رقابت بکن. بمی تلویزیونه که فحشا پخش میکنه، تو برنامه فحشایی زور اسپانسر بکن. خدا بکنه که $1,00,000 میده، این $3,00,000 میده، این $1,000,000 میده، با خاطر پیشبرد تجارت و صنعت خود پروا نداره. به هر رقم که رقابت میکنی، تو رقابت. و در عین حال آدم اسمیت او یک چیز دیگه هم بیان میکنه که دولت فقط در موارد خاص میتونه که دخالت داشته باشه برای می طبقات مولدین، برای می طبقات کاری، و علاوه بر او حافظ امنیتی گروه باشه. هیچ کس نه به کار کسی و نه به رقابت کسی باید دخلاندازی نکنه. در ضمن به خاطری که او مالیات خود میگیره، میتونه که از همین کار به اعتبار کار کرد یا به اعتبار حیثیت کار کرد او مالیه جمع کنه. هر چه کار بیشتر باشه او مالیه میتونه که بیشتر یا یک تخفیف دولت بیاد کمتر، او به نظام بستیده. خلاصه همین مضامینه که آدم اسمیت در نیمه آخر قرن 18 که به اینجی انقلاب صنعتی رخ داد، یعنی از طبیعی، از کشتمندی، از زراعت، از گوداری، از مالداری میره به طرف ماشین بخار، میره به طرف قطار، میره به طرف صنعت ها. ماشین بخار خود 1800 سال بعد از خود جناب حضرت مسیح علیه السلام او به وجود میاد. این دیگه چشمهار با خود قارد، ما به زمین چرا کار بکنیم، ما چنین و چنان چرا بکنیم، میریم با یک فابریکه خود کار مقرر میکنیم. اینجی بود که زندگی آرام دهاتی و ساده بدوی تبدیل شد به ظاهر به زندگی مترفه، ولیکن در حقیقت به زندگی بردگی. و اونجا بود نظام بردگی میاد و به هر ترتیب این همین چی را جمع کرد، قانون و نظریه را جمع کرد. به این خاطر آدم اسمیت به نام پدر اقتصاد غرب معرفی شد، مؤسس اقتصاد غرب معرفی شد. میپردازیم به نفس اقتصاد. اقتصاد چیه؟
میگه ما دم از اقتصاد میزنیم، درس به نام شناخت اقتصاد و معاملات اسلامی. اقتصاد چی؟ نفس خود اقتصاد دو معنی، یکی معنی لغوی و یکی معنی اصطلاحی. معنای لغوی اقتصاد معنی میانه روی در مابین افراط و در مابین تفرید، میانه روی، معتدل، میانه. که از لحاظ شرعی بگیم اقتصاد لغوی یعنی میانه روی دو قسمه باشه. یک اقتصاد و میانه روی که مطلقاً محموده، خیلی خوب کاره. اقتصاد در عبادت، نماز نفل پیغمبر خدا علیه السلام میفرماید که به اندازه بخون که توان داری. ان الله لا یمل ما لم تمل. خداوند ملول نمیشه از ثواب دادن تا هنگامی که شما ملول شد در عبادت کردن. به اندازه طاقت. اقتصاد در قرائت به اندازه قرآن شریف بخون که دل تو نگیر. هر جایی که دل تو برگشت برخیز. قرآن شریف هم تن قرائت. اقتصاد در موعظه به هر هفته 7 روز حضور تو به مردم نصیحت نکنه یا مردم بالکل مایوس میشه یا ای که مردم بالکل دق میاره، ملول میشه، خسته میشه. یه هفته 2 دفعه اگر میشه که یا ای که کان یتواخا پیغمبر خدا علیه السلام ترصد میکرد که چی زمان به نصیحت مردم احتیاج میباشه، به نصیحت صحابه چی وقت احتیاج میباشه. به می ترتیب نصیحت های یعنی خود اقتصادهای دیگه. اقتصاد مثلا شجاعت یک اقتصاده، یک عمل روحیه، یک عمل نفسیه. این اقتصاده در مابین جبن و در مابین تهور، یعنی در مابین بزدلی و در مابین درندگی قرار داره. این بهترین کمالیه شجاعت. نه جبول و نگی متهور و مفترس و درندگوی. جود، سخاوت یک اقتصاده میانه رویه که در شریعت مقدس اسلام نباشه. چرا؟ به خاطری که دائره در مابین بخل و در مابین اسراف، نه اسراف باشه نه هم بخل باشه. ما عالم اقتصاد پیغمبر خدا علیه السلام میفرماید کسی که از اقتصاد و میانه روی در نفقه کار بگیره او هیچ وقت فقیر نمیشه. همین جود، همین اقتصاد در نفقه. و یکی دیگه اقتصاد به معنی میانه روی که دائر می باشه، یک چیزی در مابین 2 چیز دیگه قرار داره. به یک کسی بکنی خوبه، اما به یک کسی بکنی همین چیز باز مظلومه. خداوند تبارک و تعالی فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد، مردم به 3 گروه میکنه بنده های خود. یک او گروهی که سراسر عمر در کفر و در طغیان می‌گذرونه. یک او گروهی ظالم لنفسه، خود رو با دستای خود به عذاب خدا میندازه. یکی دیگه همون کسی که مقتصده، ظاهرا گاهی اوقات از اون معصیت سر میزنه لیکن باز پس به حضور خداوند تبارک تعالی به عبادت هم میره. این هم عبادت میکنه هم معصیت از سر میزنه. این مقتصد. یکی هم سابق الی الخیرات، کوشش میکنه که گناه از او سر میزنه. همین مقتصد، همین کسی که هم گناه سر میزنه از او و هم کار خوب میکنه. این نسبت به این ظالم لنفسی که تمام عمر در شهوت و لذت و در عیش و طرب و کفر قرار داره بهتره. ایمان الحمدلله. اما نسبت به سابق الخیرات باز مظلومه. چرا؟ همینطور یک وسیله رو با خود نمیسنجی و او راه تعقیب نمیکنی که از گناه و از اسباب گناه دور بمانی. این باز میشه دائر، یعنی بین نسبت به طرف ای خوب نسبت به طرف ای. و همین اقتصاد معنی اصطلاحی هم داره. معنی اصطلاحی اقتصاد حاصل. اقتصاد یک علم مدون نوشته شده، یک علم صاحب قوانین، صاحب دستورات که از چند چیز بحث میکنه: از ثروت،
از تولید کالا، از توزیع کالا و از مصرف کالا بحث میکنه. خود اموری که از او بحث میکنه که این ثروت چی چیز ثروت گفته میشه، چی چیز ثروت گفته نمیشه، و باز مولدی ثروت، پایه ثروت از کجا باشه از کجا نباشه، ثروت چگونه به دست بیاید، ثروت چگونه حفظ بشه، ثروت در چه راه مصرف بشه، ثروت چگونه تکثیر بشه. این همون ثروت. از تولید کالا، چی نوع کالایه باید تولید بشه، ضرورت جامعه چیه، چگونه تولید بشه، از کجا بیاید، اما عناصر اصلی تولید کالا. با فلان کشور از آنتر، فلان کشور معدن هیچ چیز نباشه، پس امور اصلی زور و عناصر اصلی زوره، مواد خامی را از فلان کشور بیار یا این کشور خود ما داره، چی را ما داریم، چی را بقیه داره، اینا رو جمع کردن. یه خود تولید کالا. و همچنین از توزیع کالا، بازاریابی، تولید توزیع کالا. همین چیزی که من تولید میکنم خب با توزیع هم میخواه، ورنه برو دست من هم باشته میشه. چگونه تولید باشه، راه های بازاریابی و به می ترتیب چقدر توزیع باشه به اندازه مناسب، اونطوری که در تولید توازن شرط نباشه و در خود توزیع هم توازن گاهی اوقات بیشتر گاهی اوقات کمتر به اعتبار رصد و طلب بستگی داره که نیاز جامعه به چه اندازه باشه. همین مال اینطور نشه که نیاز جامعه کمتر باشه ما او را توزیع بکنیم در بازار، سبب ضربه به اقتصاد ما باشه. و همچنین از خود استهلاک، مصرف، چگونه مصرف بشه همین مال، بلکه همین کالای مصرفی چگونه کالای باشه که این چند وقت دوام داشته باشه. اگر قرار باشه که یک چیز تولید باشه که 10 سال عمر بکنه، هم یک دفعه که این فابریکه تولید کرد و عرضه به بازار کرد فلج میشه. پس بیا نسبت به مردم هم، نسبت به جهان اول و دوم و سوم هم کارهای خود تو درجه بندی بکن، تولید کارا درجه بندی بکن، توزیع کارا درجه بندی بکن و استهلاک مردم از این چیزها بحث بکن. به عبارت دیگر علم اقتصاد و یا اقتصاد عبارت از همونطور علمه که در او بحث میشه از چگونگی بهره برداری از سرمایه کمتر به خاطر تولید بیشتر و بهتر و عرضه مناسبتر. این همون چیزیه که یعنی چگونه از یک ثروت کم 10 روپیه داری، همین 10 روپیه چگونه بیایی تکثیر کنی، با 10 روپیه چگونه بیایی تولید چی نوع کالای تولید کنی و این را چگونه عرضه بکنی به بازار و این که 10 روپیه تو باشه 1000 روپیه، این را چگونه انجام بدی. پس این که همون خود کیفیت، چگونگی، این مدار اعتبار که چگونه از سرمایه کم بهره بیشتر بگیریم در باب تولید و در باب عرضه خود کار. بلکه به عبارت دیگر اقتصاد عبارت از میان روی در هم جانب مصرف و هم جانب تولید، تا ای که نه به رکود اقتصادی مواجه بشیم و علاوه بر او نه به این ترتیب که مال ما هدر بره، بلکه ما به صورت یک حالت متوازنه داشته باشیم که از یک طرف ثروت ما هم بیشتر باشه و از طرف دیگه تولید و مصرف در از او ما حالت رو مد نظر قرار بدیم. پس میان روی در تولید، توزیع و مصرف کالا و یک از رکود اقتصادی، از کساد اقتصادی نجات پیدا بشه و نجات پیدا بکنیم و ثروت همونطوری که رشد میکنه اقتصاد جامعه هم رشد بکنه، تأمین منفعت ما سبب بشد برای تأمین منفعت اجتماع و جامعه. اما اساسات یک اقتصاد دو چیز تشکیل بده، یکی مادی دیگری معنوی. اساس مادی اقتصاد
همین ماشین آلات تکنیک های مطلقاً بگم تکنیک. چه تکنیک خرج میدی به خاطری که می زمین محصول بیشتر، چه تکنیک خرج میدی و او موجود میکنی به خاطری که همین مال یعنی چارپاهای تو بیشتر باشه، تولید بیشتر داشته باشه، فایده بیشتر بکنه. و اگر به اعتبار تجارت بگیریم تکنیک های تجاری، اگر به اعتبار صنعت بگیریم تکنیک های خود صنعتی که باز این برمیاد اکثرا در بخش تجارت و در بخش صنعت مواد تکنیکی اکرم. همون ماشینه که به فلان جا به کار میره به خاطر یک تولید، همون ماشین به اینجا به کار میره. اینطور نیه که ماشینه که به اونجا به کار میره دیگر رقم ماشینه باشه و تکنیسیان دیگه داشته باشه و به این دیگه هست دیگه نهایتاً فرق سالی هست. او به این سال تولید شده، ای به این سال تولید شده. ای به کارگر بیشتر نیاز داره، ای به کارگر کمتر نیاز داره. یکی اتوماتیکیه، یکی غیر اتوماتیکی یا نیمه اتوماتیکی. این چیزها هست. و به این ترتیب معنوی، پایه معنوی همونطور چوکات و همونطور قوانینه که انسان را در خود پیشبرد تکنیک در صنعت و در تجارت معاونت بکنه. یعنی چوکات میباید بیرون نشه. یه عبارت از مجموعه اعتقادیات، مجموعه خود قوانین عملی که هرگاهی که انسان معتقد به یک چوکات بود، هرگاهی که این چوکات مشتمل بر قوانین و بر خود امور کلیه و ضوابط کلیه بود، اونجا میتونه که این نفر عیار بکنه بی که به تحت همین چوکات به طبق همین عقیده، به طبق همین مسئله و قانون شما میتونید که پیش برید و از خود وسایل و آلات تولید و توزیع کار بگیرید. و هرچه که نظام‌های اقتصادی به طور کلی یکی نظام فدرالی یعنی فئودالی فیودال سرمایه‌داری، نظام غربی که بر او میباشه اساس، و دیگری نظام مارکسیستی کارگری و دیگری نظام اقتصاد اسلامی که این خلاصه همین اسمهای بعداً تهبنای هر کدام نواقصی که بر دو اقتصاد غربی و کمونیستی میشه تایی که میمانیم به نظام اقتصاد اسلامی مهذب و منقح و دائم و باقی. انشاءالله در درس‌های بعدی به خدمت شما بحث خواهیم رساند. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه اجمعین.